پشه لعنتی سوراخ کرد. آه 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 ای تو روح اون پدرت، انگوش شست و پامو دیگه چرا زدی؟ جایم زدی که اصلا دستم به اونجا نمیرسه لامصب. او من اگه پشه ها بگن با چقدر خون کارشون تا صبح راه میفته، حاضرم با سرنگ بکشم بریزم تو بشقاب، دورشم با ریحون و پوره سیب زمینی تزیین کنم، فقط به این شرط که بی خیال خودم شم. بششان بیمحلی بکنی ولتان میکنن. اسی یه خبر علمی جذاب بخوان سرگرم شیم. راستی سرعت نت چطوره؟ داغون. سرعت ریشتر آوردن مردای چینی از سرعت نت الان ما بیشتره. اصلا هیچ چی لود نمیشه لامصب. خسرو نتو ول کن، زودتر کپه مرگتو بذار که باز تا لنگ زور نگیری بخوابی پسر. میخوام صبح اول وقت بری نون تازه بگیری برای صابونه. نان تازه با چی میخوای بخوری؟ با چای شیرین خالی؟ اصلی مگه نفرستادمت بری پنیر بگیری؟ 5 تومن بیشتر که نداده بودی. منم رفتم 5 تومن پنیر بگیرم، بقاله یه تیکه کوچک بهم داد، خوردم گفتم آره همین خوبه، از همین بده. گفت اونو برای نمونه ندادم، کلش همین بود که خوردی. ای خدات شکر. سم پنیر منم خوردی؟ تو آخه تو چی هستی که آدم بخواد سهم تو رو بخوره؟ نه قلیان. یعنی وضع اینقدر خراب آقا سفتر که یه تیکه پنیرم نمیتونیم بخوریم؟ عمو جان شما یادتون نمیاد یه زمانی تو کتابا نوشته بود بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید. یعنی میخوام بگم وضعمون اینقدری بود که میتونستیم اسراف هم بکنیم. نه بابا راست میگه آقا جون. دروغم کجا بود بابا؟ صدای چی بود از آشپزخونه؟ نکنه بازو دوز بیچاره خواسته بیا تو دوباره گیر کردن. یه جوری میگه دوز بیچاره انگار باش شریک بوده. بابا همه میشناسنش. یه دوست تو محل هست تا حالا دوبار لای نردای حیات گیر کرده، همسایات دلشون براشون سوخته ولش کردن. این دفعه گیر بکنم مجبورم بهش کلید بدم، خودش به فنا نده بدبخت بیچاره. کلید چرا؟ خوب از همونجا ببر، چی لازم داره ببر بهش بده دیگه. چرا بیاد تو اصلا؟ آخه یعنی چی که به دوست کلید بدین بیاد تو خونه اموالمونو ببره؟ اموالمونو؟ مگه ما چیزی داریم که بخواد ببره؟ توی یخچال 4 تا مرغ بیشتر نبود که موقع شام زدیم خوردیم رفت پی کارش. آقا سفتر چند تا نون هنوز لای سفره بوده. اگر دوز ببره فردا صبح چای شیرین با هوا باید بخوریم و قربان دوبارم. عمو جان گرفتن این دوز کوچولویی که از در و دیوار میاد تو چیزی نیست که. اگه میخواین سفرمون رونق بگیره بابا، اون دوز گنده عمامه داری که بدون رد شدن از در و دیوار تمام اموالمون رو 44 ساله داره میدوزه، باید همونو بگیریم شقش کنیم. اون وقت این دوز کوچیکا هم جمع و جور میشه و خلاصه همه چی درست میشه بابا. گل گفتی آقا جون. خودم میدونم.